سلام، خیلی خوش اومدید به کانال مجله زنان ثروت‌ساز. من فروغ هستم و این اولین ویدیو یوتیوبم هست که براتون آپلود میکنم. توی این کانال من به موضوعاتی میپردازم که برای خودم خیلی جذاب هست و مدتی هستش که دارم در موردش تحقیق و بررسی میکنم. اینکه مسیر ثروت‌سازی زنانی رو بیام بررسی بکنم که از جنس خودمون هستن و ببینیم که اینها چه نگرش‌هایی داشتن که تونستن این مسیر رو طی کنن و به نقطه‌ای برسن که خیلی از ماها شاید برامون توی ذهنمون نشدنیه. چی توی فکرشون گذشته که تونستن موانعی رو از سر راهشون بردارن که سر راه همه هست، اما اونها فرقشون با بقیه این بوده که تونستن از این موانع گذر کنن. و مهمترین چیزی که توی این مسئله تاثیر داره مسئله طرز فکر و نگرشه. الان همه به این نکته واقف هستن که چیزی که زندگی ما رو میسازه و به همون مسیر میده که توی راه‌های مختلف قدم برداریم اون طرز فکرمون هست که نسبت به مسائل داریم. و هر چقدر ما بتونیم این طرز فکر رو اصلاح کنیم به سمتی که به ما خدمت کنه، داریم به خودمون لطف میکنیم. به لحاظ موفقیت مالی تا بوده از خیلی از گذشته تو جامعه به خصوص سنتی ما و خیلی از جای دنیا این ذهنیت وجود داشته که مردها هستن که پولساز و ثروت سازن و زنها لزوما برای خونه درست شدن. اما توی سالهای اخیر به خصوص این خیلی بیشتر شده که زنها این موضوع براشون پررنگ شده که این نیاز براشون خیلی پررنگ‌تر شده که ما به یک شخصیت اجتماعی و مالی مستقل از مردای زندگیمون نیاز داریم که بتونیم بدون تکیه کردن به اونها خودمون مولد و پولساز باشیم. چون خیلی از ماها دیدیم که سری مشکلات توی زندگی ما به وجود اومده و که منشأش این عدم استقلاله بوده و برای اینکه جلوگیری بکنیم از اینکه تن بدیم به شرایطی که ناخواسته است برای ما این نیاز خیلی توی ما به خصوص توی این بره زمانی خیلی پررنگه که این شخصیت اجتماعی و مالی مستقل خودمون رو که مستقل از پدران و همسرانمون باشه رو نیاز داریم که بسازیمش. و یکی از بهترین راهاش مطالعه و بررسی مسیری هست که این افرادی که شرایط مشابه ما داشتن طی کردن. من توی این سری ویدیوها میخوام با این افراد مصاحبه کنم، باهاشون صحبت‌های صمیمانه‌ای داشته باشیم به نیابت از شما که ببینیم اینا چه مسیری رو طی کردن، در واقع داستانشون رو بشنویم. شما هر چقدر از این داستانا بیشتر بشنوین، بیشتر ذهنتون این باور رو پیدا میکنه که منم میتونم. خب این آدم شرایطش مثل من بود. من با کسایی شروع میکنم که از دوستان و نزدیکان و آشنای خودم بودن و این مسیر رو طی کردن. من گذشته اینا رو دیده بودم که اینا از قبل چی بودن، الان به چه نقطه‌ای رسیدن. یعنی نمونه‌های خیلی ملموس و آشنا که شما باهاشون احساس همزاد پنداری میکنید. کسایی که خیلی دور از دسترس نیستن، نمونه‌های خارجی نیستن که شما نتونید باهاشون ارتباط برقرار کنید. من خودم خیلی از نمونه‌های خارجی که میبینم به خودم میگم خب این طرف مثلا توی کشور آزاد زندگی میکرده، این طرف خیلی شرایطش با من فرق داشته، فرصتاش خیلی بیشتر بوده، اونجا آزادی برابری زن و مرد خیلی بیشتر بوده و نمیشه با شرایط خودمون اینا رو تطبیق بدیم و دوباره ناامید میشیم. اما اگر کسایی رو ببینیم که شرایط نسبتاً برابر و مشابهی با خودمون داشتن، خیلی خیلی بیشتر میتونه برامون الهام بخش باشه. و نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه اینه که مسئله ثروت سازی شاید خیلی وقتا که در موردش ما میشنویم یک عدد خیلی بزرگی از ثروت میاد توی ذهنمون. این درسته، اما برای اینکه ما به اون نقطه برسیم باید از پله‌های خیلی پایین‌تر شروع کنیم و برای من خیلی فرق نمیکنه که اون شخص الان توی چه لولی از ثروت سازی هست، چه عددی داره الان ثروت سازی میکنه. همین که یک زن بتونه به درجه مولد بودن برسه، یعنی ثروت سازی بکنه،
این یک چیز خیلی ارزشمنده و ما بهش نیاز داریم که هم این افراد رو بیشتر ببینیم، هم ازشون حمایت کنیم که خودمون هم بتونیم به این نقطه برسیم. این توی جامعه و توی این بره از زمان برای زنان خیلی خیلی ضروریه و من خودم هم این نیاز رو خیلی حس کردم توی زندگی خودم و خیلی از زنها. واسه همین خیلی خوشحال میشم که پیگیری کنید اگر براتون جالب بود، حمایت کنیم از هم دیگه. حتی از خیلی از این افرادی که من معرفیشون میکنم میتونید باهاشون آشنا بشید، حمایتشون بکنید و چون که در آینده هم شما اگر تو این مسیرها قدم بذارید قطعا کسان مشابهی خواهند بود که از شما حمایت کنن. به خاطر همین امیدوارم که براتون مفید باشه این ویدیوها و بتونیم یه فضای ایجاد بکنیم که شما هم مثل من از مسیری که اونها رفتن الهام بگیرید و خودتون رو توی داستان اونا پیدا کنید.